همین روزهای اخیر شایعی در سطح دنیا و مخصوصا ایران ما پیچید که فلانی خوابی دیده. بعضیا به من نسبت دادن در شهرهای خراسان که فلانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو در خواب دیده که فرموده شما برید یک موی یا قسمتی از پلک یا ابرو داخل سوره بقره هست، سوره آل عمران هست، شما برید اون رو بردارید، آب بکشید، شفا پیدا میکنید از بیماری و ویروس کرونا. قسمتی از شهرهای ایران این خواب رو به من نسبت دادن. برخی گفتن مردی از عراق، یکی گفته از افغانستان، یکی گفته یکی از علمای مدینه. به هر حال همین که این خواب مدعیان زیادی داره دال بر دروغ بودن این جریان هست. کذب محض است عزیزان. من چنین خوابی رو ندیدم. این طبیعی هست. بعضی عزیزان خیلی با اصرار گفتن که ما رفتیم در قرآن رو باز کردیم، این عدد مو رو ما دیدیم، یک عدد، دو عدد. خب این طبیعی هست. انسانهایی که قرآن میخونند موی از ریششون و یا پلکشون و یا ابروشون یا مو سرشون در کل قرآن یه جایی میفته. به همین خاطر بعضیا گفتن سوره بقره. اگر سوره بقره رو ندین آل عمران رو گفتن، سوره یاسین رو اسم بردن. عزیزان من، اولین نکته‌ای که به شما عزیزان میگم اینه که این خواب کاملا کذب است و دروغ، هیچ گونه صحتی نداره. نکته دوم اینه که عجیب است ماها چرا اینقدر به خواب، اگر همین مسئله رو من الان به بیداری دارم میگم نه به خواب، چرا اینقدر به خواب اهمیت میدی؟ من به بیداری دارم میگم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در خواب نه در بیداری به من فرمودن، در بیداری به شما فرمودن. اصلا پیامبر صلی الله علیه وسلم به جای خود که خود قرآن فرموده است و ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن شفای همه درد هست. قرآن شفا هست. قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حقا که حیات جاودان میبخشد. شما چرا دنبال خواب میگردی؟ چرا حتما باید یک نفری خرافه‌ای رو در جامعه ترویج کند، یک کذب محضی رو؟ عجیبیم، همه چیز عوض شده. راست رو، حقیقت رو که مثل روز روشن است گذاشتیم کنار، بعد دنبال خوابها میگردیم، دنبال رؤیاها میگردیم، دنبال اباطیل و عراجیف و خزعبلات میگردیم که از زبان این از زبان اون تو فضای مجازی باورش کنیم و در حد وسیع و گسترده اینو پخش کنیم. یک حدیث صحیح رو چرا پخش نمی کنیم؟ یک کلام حقیقت رو چرا پخش نمی کنیم؟ در پخش و نشر آیات قرآن و مفاهیم دینی چرا اینقدر لنگی؟ آخرین باری که قرآن رو باز کردیم کی بوده؟ قبل از این خواب. بعضی از ما شاید چند سال از سراغ قرآن نرفتیم، از رمضان گذشته سراغ قرآن نرفتیم، ولی به وسیله یک خواب رفتیم قرآن رو باز کردیم ببینیم راست یا دروغ، دو مرتبه بستیم. واقعا جای تأسف داره. قرآن شفاست. این مو نمیتونه کاری بکنه. قل، ای خود پیغمبر وقتی نمیتونه، وقتی خود خدا به پیغمبر میگه قل، ای پیغمبر بگو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من پیغمبر نمیتونم ضرر رو از شما دفع کنم، من پیغمبر نمیتونم ویروس کرونا رو از شما بگیرم، من نمیتونم، در اختیار من نیست که مسائل و مشکلات رو از شما دور بکنم. بعد شما از موی من، عجیبه.